ببینید طلبک یا که همون عبدالقادر طلبکوف علاکه قائل شد که او یک مجوسی است، او یک مجوسی آتش پرست است و هیچ ربطی به اسلام و به دین محمدی ندارد. عبدالرحیم برادر عزیزی ما عالم دین است و هر حرفی که میزند سند دارد و از تاریخ میگوید و از قرآن میگوید و از احادیث نبوی میگوید. و این طلبک شاید در نزد همون 4 تا مثل خودش طلبک قدر و قیمت داشته باشه، ولی عبدالرحیم برادر عزیزی ما کسی هست که امت اسلامی تاجیک بیرون از تاجیکستان او را میشناسند. موعظه های عبدالرحیم برادر در یوتیوب و در شبکه‌های اجتماعی زیادند، شما گوش کنید. بی‌شبهه این دو قابل مقایسه نیستند، این دو قابل مقایسه نیستند. یکی عبدالرحیم برادر از اسلامی ما خداوند حفظش کنه و یکی یک مجوسی طلبک. ما نوار داشتیم، این مجوسی وقتی رفت مسجد ما را در اونجا نوار کرد. شما این نوار را در کانال ما میتونید پیدا کنید و ما یک افیر مخصوص این مجوسی داشتیم. من یک افیر مخصوص این مجوسی داشتم و هر زمان در هر جا میگفتم که این به اسلام و مسلمانی هیچ ربطی ندارد. این مجوسی است، زردشتی است، آتش پرست است. و اون روز دعوا هم کرد که هر کی اگر به دین من اهانت میکنه، به دین من اهانت میکنه، یعنی دین مجوسی، دین زردشتی، خودش قبول کرد که دین زردشتی دین مجوسی است، من او را به سود میتیم. متاسفانه امروز سودای تاجیکستان هم در دست همین مجوسی هاست و سودای تاجیکستان هم زود گپ این مجوسی را چی میپذیرن متاسفانه. و در حکومت تاجیکستان و مقامات ها کم نیستن از این مجوسی ها. متاسفانه وقتی حقوق مسلمان پایمال می شود همه خاموشن، همه خاموشن. وقتی این مجوسی ها میان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اهانت میبندن، حقارت میکنند، همه خاموشن. یگان سود، یگان پروکورور، یگان MVD KGB هیچ کسی حرفی نمیزنه. ولی دیدید وقتی که از زردوش صحبت کردن چیکار؟ دردش آمد و رفت چیکار کرد؟ گفت که از این بعد کسی به دین من اهانت میکنه من به سود مراجعت میکنم. های مجوسی، های طلبک مجوسی، خوب فهم، خوب دان که ما دینمان از جانمان بیشتر دوست میداریم. ما پیامبرمان از پدر و مادرمان و از دنیامان بیشتر دوست میداریم. تو که اهانت میکنی ما که چرا ما خاموش بمونیم؟ تو یک آتش بالاتر از همه چیز حساب میکنی. تو یک آتش پرست، یک آتش از همه چیز بالا میدونی. وقتی اهانت کردن دردت کرد، تو گمان نمیکنی که مثلا تو دینی ما را اهانت میکنی، پیامبری ما را اهانت میکنی، حقارت وارد میکنی، دینی کهنه میگویی، شرم نداشته میگی که قرآن هر چی دارد از زردوشت است. زردوشت میگه که باید که چی خواهر و برادر با هم برسن، مگر قرآن همین میگه؟ این کثیف دعواش همین است که قرآن همش از چی اوستا آمده است. خب این از روی انصاف است. انصافا شما بگید. ما میگیم 97% تاجیکستان مسلمان، های مسلمان، دینت اهانت میشد، پیامبرت حقارت میشود. خب به خدا قسم خاموش مانی، تو چی گناهگار میشی؟ تو باید از دینت حمایت کنی، باید یک جوابی کامل باید به این کثیف باید بتی. ولی متاسفانه امروز میگو هم سود هم مقامات های تاجیکستان فایده همین پشتگیر همین مجوسی هم تا حقوق این مجوسی پایمال نشود. به هیچ کس توان جواب دادن به این حرف این مجوسی را نداشته باشد. شما اگر جواب گویید شما تروریستید، شما اکستریمیستید. ولی بگذارید که این مجوسی روز تا بگه شب تا سحر حقوق مسلمان پایمال کند، قرآن توهین کند، حقارت کند، کتاب کهنه به دردمان نمیخورد، کتاب عربی سوسمار خور. این گپایی هست که این کثیف در انمی فیسبوک خودش می نویسد و ما این را می خوانیم. هر روز حقارت میکنند. عربی سوسمار خور. کی از عربی سوسمار خور؟ خاک بر دهنم نبی اکرم صلی الله علیه و سلم.
این پیامبر ما را این عربی سوسمارخور میگوید، همین کسی. حالا چی ده؟ مولا عبدالرحیم یک برادر عزیز ما، یک عالم دین، یک آدمی با احترام، و از یک جانب یک تلبک مجوسی کثیف که کارش فقط زنک بازی است در همون تلویزیون و در همون کتابخانه و دیگر. برای همین هم این کار ندارد، عیب است، شرم است، 50 ساله زیاد است این کثیف. تو اگر عالم هستی، تو اگر کتابخانه دار هستی، حداقل یک کتاب بنویس و پیشنهاد ملت کن که ملت بعد از مرگ تو کثیف تو را یاد کنه گویا که تلبک خوبی بوده است. ولی این نه، این میره در کتابخانه میشیند، بعد شروع میکند توهین و حقارت اسلام و مسلمانان را، حجاب حقارت میکند. شما دیدید این ریشی که سنت است، سنت که نه واجب است ریش در اسلام، چقدر این تحقیر کرد. بوزریش، کوسریش، نمیدونم چمچریش، جیرریش، یعنی ریشی که از نبی اکرم آمدگی است. این لعنتی ها، این کثیفا برای اینا ریش، این جیرریش است، این کوسریش است، این شپوشگریش است. یعنی این نگاه و نظر عن این مجوسی ها است بریش. من متاسفم، من معذرت میخوام، ولی باور کنید آدم میکفد، آدم میترکد. وقتی این حرفای این کثیفه گوش میکنی میترکی واقعا. حالا زردشت کی بود نبود ما کار نداریم. تو میدانی آتش شد، تو میدانی مجوسی و انمو آتش پرستی، ما با تو کار نداریم. ولی تو با دین ما کاردار نباش. تو بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله اهانت وارد نکن. تو نگو که مثلا چیزایی که در اوستا بودن در قرآن بوده. قرآن نه، قرآن آمد همه چیزایی که در اوستا تو و اولادای تو میکردن مجوسی من کرد. قرآن گفت که چی؟ حرمت علیکم امهاتکم و خالاتکم و الی آخر. حرام است گفت چی؟ نکاح مادر با فرزند، نکاح خاله به این فرزند و غیره و ها کذا. چیزی که مجوسی ها شما ایره حلال می شمارید و در کتاب اوستاتون هم همین چیز هست. چطور تو با کدام زبان میگی که این آمد از اوستا به قرآن آمد؟ کدام؟ کجا دیدی؟ چی چیز آمد از در قرآن از اوستا؟ هیچ منسوبیت قرآن با این اوستای شما ندارد. هیچ منسوبیت اسلام به این دین مجوسی شما آتش پرستی شما ندارد کثیف. این جواب من از به این طلبت. من جواب علکه داده بودم، البته من این مجوسی ها را با این مسجد محکم کنی هاشون جوابشون داده بودم، ولی خب سوال که شد من باید به سوال جواب دیم. بنابر همین در حمایت از دین خودتان برادرها مستحکم باشید، اعتماد داشته باشید.